محمد قطب در یک کتاب خود بسیار خوبش میگه وقتی که دشمن حمله کرد، یکی حصاری است که تو در خانه هستی، میگه در آمد در خانه دشمن، صحیح؟ دوم حصار بدنت است، میگه سر بدنت هم اشغال کرد، دستایت بسته کرد، شخ برد تا در گوانتانامو. سومین حصاری که مسلمان داره قلبش است. چند حصار داریم؟ 3 حصار، یکی خانه، یکی بدن، یکی قلب. میگه مسلمان کوشش کو که قلبت از دست ندی. از این خاطر اگه قلبت از دست دادی باز از دایره ایمان چی میشی؟ بسیاری وقتا شده که مسلمان ها وطنش اشغال شده، بعضی وقتا شده که وطنش هم اشغال شده، خودش هم چی شده؟ دست و پایش بندی شده، لکن قلب خود از دست نداد. از این خاطر سگرین امی گپ محمد قطب 14 قرن قبل حضرت بلال رضی الله تعالی عنه در مقابل امیه ابن خلف میگن. امیه ابن خلف میگه پیش حضرت بلال بسته میکنه، سر شکمش یک سنگ میمانه و برش میگه تو غلام هستی، ما تو را خریدیم، با پیسه خریدیم، وزیر دست هستی، تو در تصرف ما هستی. بلال حبشی برش میگه درست است، ما وجودم کلش در تصرف تو هست، تو خریدی، من غلامت هستم، دست من مشکلی، پای من مشکلی، لکن آنچه که در تصرف من است قلب من است و این تو به دستت گرفتن نمیتونی. هر قدر که فیصله می از این خاطر هر قدر که امیه سر بدن از این فشار میبرد، به مو اندازه بلال حبشی چی میگفت؟ احد 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 احد. میگه این قلب من است، من قلب من بر تو دادن نمیتونم و تو مالک متصرف قلب من الله.